خوب، سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. من هستم در استودیو علی اکبر قربانوف. دوستان عزیز، در باره کانال همنوا یک چند صحبت کردنی بودم و میخواستم در باره کانال همنوا برای شما یک چند معلومات دهم. کانال ما سال 2013 گشوده شد و یک چند ویدیو پارتفتگی بود و بعد اون 2016 کار خود را پورا سر کرد و علاکه در بین 7 ماه 40,000 ابونه است در کانال ما. همه‌شون را تشکر میگویم. در کانال ما 3 نمود موضوع میشود که اینها قصه ها از بزرگان میشود از کتاب خزینه معرفت که مؤلف کتاب سبحان قربانوف است. دویمش از دلاور سفر میشود قصه ها، حکایه ها. سیومش از طرف خودم میشود با نام سیر و گشت در جهان. نوار گرفته در کانال میمونیم، شما تماشا کنید و فکرهای خودتون رو در پایان نویسید که ما همون رو نگاه کرده حرکت میکنیم. مثال چیزی که خواستید همون رو رفتم و نوار میگیریم برای شما، فقط با خواهش شما میشود اینها. برای همین دوستان عزیز ما رو دستگیری کنید، باز هم زیادتر شویم. نزدیکانتون رو دعوت کنید به شبکه ما در یوتیوب با نام همنوا و ویدیو رو تماشا کنید. نوارهای خوب داریم، همش کانال اویلوی است. یک چند مخلصان ما گفتن که در کانال شما اویلوی ابونه هستیم. این بسیار یک راست گپ خرسند شدم. برای همین دوستان فکر میکنم که کانال ما برای همه شما پسند آمد که ما به 40,000 ابونه رسیدیم. خوب بینندگان عزیز، نوار ما به پایان رسید. اگر نوار به شما پسند آمده باشد حتما لایک مانید و در کانال ابونه شوید تا اینکه از نوارهای جالبی ما بخبر نمانید. باقی در پناه خداوند باشه.